برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن‌های بزرگ کشور از جمله 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام مناطق کشور کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. بهر آبادی و سازندگی ناحیه شهرنو کارمندان مؤسسه کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی تمام کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و جماعت و دهات تصمیم گرفتند که هر روزهای استراحت حشرها تشکیل نمودن کوچه و خیابان، راهرو و نزد مؤسسه‌ها، درآمدگاه شهرک گرد و اطراف را از پرتو تازه نمایند. کوشش به خرج می‌دهند که بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی کشور سهمگزار باشند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تابعیت جماعت شهرک بنام میرزا ترسونزاده زیاده از 24 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است. از آن جمله ساختمان سیخ دوزندگی، کاشانه حسن، کارخانه کارکردش سنگ و شغل، داروخانه، سرتراشخانه و دیگر انشاءات. تا با امروز از جانب صاحبکاران جماعت شهرک بنام میرزا ترسونزاده در کوچه بابا جان غفورов زیاده از 1.5 کیلومتر راه ماشینگرد را منفرش کرده به استفاده داده شد. در سال 2019 ما به نقشه داریم که 4 انشاءات ها از جمله 2 کارخانه کارکرد سنگ و شغل بعد تالار فرهنگی را به استفاده دهیم. هر صبحگاهان از دو طرف راههای مرکزی جویبارهای آبگذر از پرتو تازه می‌گردند. بنا به اطلاع راهبر مؤسسه کمونالی ناحیه شهرنو تمام تکنیک‌های گوناگون در توازن خواجگی بوده همراه برای آبیاری‌کنی، گلگشت و نهالان و بیرون کردن پرتوها از نقطه‌های معین سفربر کرده می‌شوند. در درآمدگاه ناحیه در اطراف بناهای محلی و راههای دوره شکل آن گل‌های هرخیره شناخته شده است که همه این محصول زحمت کارمندان قطعه کبودزارکنی شعبه منزلی کمونالی ناحیه شهرنو میباشد. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان مؤسسه کمونالی تصمیم گرفتند من بعد نیز فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند.